بنده قربان علی حسین نژاد هستم. از دهه 50 از دوران دانشجوییمون با سازمان مجاهدین خلق آشنا شدم. بعد از انقلاب منو معرفی کردن استانداری آذربایجان به عنوان فرماندار شهرستان میانه منصوب شدم. مسئول رضوی که اومدن عراق گفتن که خود عراق کشور عربی شدیداً اونجا نیاز به مترجم عربی داریم، باید بری عراق. و من مترجم یکیش بودم، در جریان همه ملاقاتاش هستم. آخرین دیدار مسعود رضوی با صدام سال شهریور سال 2000 بود، سپتامبر سال 2000 یعنی رفت با صدام دیدار کرد. چون اونجا 3 تا خواسته داشت. چی این بود که نفت، سهمیه نفت روزانه از 70,000 بشه 100,000 بشکه در روز، یعنی ماهی 3 میلیون بشکه که با قیمت اون روز تقریبا یا شاید بیشتر از 90 میلیون دلار میشد. اطرافیان خود صدام بدشون میومد، چون آدمای ملی بودن، به هر حال ناسیونالیست بودن. اصلا به خیانت به وطن، از این چی میفهمیدن این داره خیانت به وطنش میکنه، بعدش میومد. ولی خب به خاطر مقابله با جمهوری اسلامی که اپوزیسیون عراق اینجا بود، بهش پول میدادن، رسیدگی میکردن، میذاشتن. مثلا یک بار در حضور صدام مثلا میگفت که همینطور که آقای طارق عزیز، خود طارق عزیز هم اونجا بود و رئیس اطلاعات هم اونجا بود. رئیس مجاهدین در حقیقت تو دستگاه صدام وابسته به اطلاعات عراق بودن. تو عراق که اینجا جا داده بود ما رو، مجاهدین رو در حقیقت جزء نظام خودش کرده بود، پناهنده چه نبودم. بالاخره باید یه توجیه می‌کرد از سیستم اداری. شاید به طارق عزیز گفت و همونطور که طارق عزیز دست من رو گرفت از پاریس آورد بغداد، من یقین دارم که روزی هم آقای فرید طاهر رئیس اطلاعات عراق دست مرا خواهد گرفت و به تهران خواهد برد. مسئول قانونی و اداری مسعود رضوی رئیس اطلاعات عراق بود و اینو چون گفت که از حقوقدان‌ها گفت هذا خیانه وطنیه، هذه خیانه وطنیه، این خیانت ملی شما میکنید. هر آدم ناسیونالیستی و رئیس حزب ناسیونالیست بود، از این اصل نمیتونست بپذیره که این چقدر خودشو ذلیل و خوار میکنه.